بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، سلام مجدد خدمت شما. دوباره خوش آمدین. در این ویدیو هستیم فعلا در داخل صنف. شما مکتب مجری رو میگیرید. گزارش اول ما در رابطه با کوچی که از طرف آقای رویش خیر عزیز که در بیرون از افغانستان تشریف داره، گزارش از اونجا داشتیم و در این ویدیو میخوایم در رابطه با بعضی مشکلاتی که مکتب از ما با اون مشکلات مواجهه. آقای عزیزی، استاد عزیزی میخواد که صحبت کنه. دیگر پیش از اینکه همراه استاد صحبت کنیم، همراه یک از شاگردا صحبت می‌کنیم. سلام علیکم هموطنان گرامی، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. ما سید محمدیم از صنف دای لیسه ذکور مهاجرین. بعد از تفریح دیگه هم دیم در صنف. اینجا استادای گرامی هم هست درس. بله محمد جان، استادایشون تمام شد پورایه؟ استادای ازمون نه، یک 3 نفر کمه. اره استاد پشتو کمه نیه، استاد بیولوژی و کیمیا. اره یعنی می 3 استاد نیه دیگه همگی استادا پورایه. اره استاد دیگه مزامین پورایه، این می 3 استاد نیه دیگه. بسیار عالی، موفق باشید. اره استاد ما یک در خدمت شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت تمام بیننده های محترم شبکه روستا و عزیزانی که ما را میبینن از طریق از چینل. و ما یک سلام گرم برای همه خیرین مسافرین محترمی که در اقصا نقاط این کره خاکی به سر میبرن و بخصوص مسافرین محترم، امیدوارم در هر جایی که هستین جور صحتمند باشین. و غرض از صحبت ما این است که فعلا در صنف دهمی لیسه پسران مهاجرین قرار داریم و آقای نوا تشریف آوردن در رابطه با بعض مشکلات و کمبوداتی که در لیسه پسران مهاجرین موجوده. امیر گفتیم که از طریق از شبکه به شما در جریان بمانیم تا شما اطلاع حاصل کنید. و همیشه مسافرین محترم دست مردم خود را در همه امورات، در کارهای عامل منفعه در داخل منطقه گرفتن و بخصوص در قسمت کارهای فرهنگی و در قسمت کمبودات معلمین در مکتب که ما امسال بازم با 3 تا کمبود معلم مواجه هستیم دیگه، یک استاد علوم دینی و همچنان استاد پشتو و استاد کیمیا بیولوژی که مجبور هستیم که قراردادی با یک هزینه قرارداد شود تا این استادا در داخل مکتب موظف شدن. این کمبود 3 معلم است. و دیگه مشکل جدی که در مکتب مهاجرین وجود دارن نبود تخته استاندارد و معیاریه که ما فعلا در صنف دهم قرار داریم که یعنی تخته با این وضعیت رسیده هیچ کدام بودجه و هزینه ما در اختیار نداریم و این تخته بسیار فرسوده شده، از بین رفته، قابل استفاده نیست دیگه. ما مجبور هستیم، ناگزیر هستیم که بخصوصا استادایی که در قسمت مضمون ساینسی درس میدن خیلی مشکلات دارن که دیگه اگر بگه پروگرام درسی رو ما برسونیم با این تخته نمیشه که مو پروگرام درسی رو برسونه و این تخته سیاه که از استفاده خارج شده دیگه قابل استفاده نیست. این تخته سیاه هم و همچنان این تخته که این وایت بورد این هم قابل استفاده نیست و ما خواهش ما بازم از مسافرین محترم و خیرین که ما را از طریق شبکه روستا میگیرن دیگه، خواهش ما است که در قسمت اصلاح و مثلا تنظیم و ترتیب تخته های صنفی مکتب مهاجرین توجه کنن، اگر کمک کردن دیگه. و در قسمت یک مشکل دیگه هم هست دیگه، ما اگر مسافرین محترم اگر بازم دیگه ما از طریق از این شبکه اگر صدای ما را شنیدن، یک دانه LCD هم ما در مکتب ضرورت داریم که تا از طریق از اون بتونیم درس‌ها را خوبتر و بهترتر برای شاگردان انتقال بدیم. تشکر. استاد یا گمی تخته خرابه یا نه؟ در کل تمام صنفا تختهایش از بین رفته
دیگه در داخل مکتب دیگه ما کدام بودجه نداریم و نداشتیم دیگه که ما مثلا این تختا رو بتونیم که بدل کنیم یا خریداری کنیم. جایگزین از این تختا چیز خیلی پیشنهاد می‌کنید؟ دیگه جایگزین از این تختا بعض مکاتب از شیشه استفاده نکی شیشه چون بچه ها شوخ هستن و قابل شکستن میده میشه و یک رقم تخته های وایت بورد است چوبی است خیلی محکمه که فکر کنم از امو تختا که خریداریش نه مشکل صنفای مکتب محل میشه. در رابطه با هزینه تخته اگر گفته حدسی در حدود هر صنف هر تختش در حدود یک 2000 فکر کنم خرج بال نه 12 صنف در حدود یک 24000. آره این مشکل تخته ها قدر شاید هزینه باید نه شیشه آره شاید سال 2015 بود مکتب دکترا را کاملا شیشه گرفته تختش. آره شیشه یک مشکل دیگه داره در مکتب دخترها شیشه تختش ولی در مکتب بچه‌ها چون اینا بیشترم گفتم که شوخه شاید میده کنن وقتی که میدهش نه دیگه بازو یک جایش اگر میدهش نه دیگه کلا تخت از بین موره. همین تخته وایت بورد که چوبیه جبل باز اونا کسته در مقابل خلاص هم عوارض بیرونی دیگه مقاومه. چند سال میشه از این تخته استفاده منید؟ این تخته در حدود استفاده کردین مثلا نمی چند سال؟ در چند سال خود منج بودیم استفاده نکردیم در حدود یک 8-9 سال میشه که از تخته سفید استفاده کردیم دیگه به خیز بین رفته. دیگه یعنی مشکلی داخل صنفی لیسه پسرانه مهاجرینه که گاه اوقات با کمبود مارکر رنگ مارکر استادا و همچنان مشکلات تخته دیگه مشکلات مواد ممید درسی مواجه. مارکر یعنی مارکر خود تو یعنی مارکرها که هسته این مارکرها که هسته همچنان رنگش را هر استاد دیگه از پول شخصی از خود خو دیگه تهیه مونه دیگه نه از طرف شاگرد است و نه از طرف کدام خیرین دیگه بخصوص اداره مکتب فقط از خود استادا که من مارکر و رنگ مارکر خودش تهیه مونه با هزینه شخصی خود دیگه. تشکر بدم گفتنی دیگه نداری؟ نه. تشکر استاد که وقت داشتین بلدیز مو دیگه بخشین وقتشیم گرفتیم ساعت درسی مربوط چیم بود. دوستای عزیز تشکر از شما که تا این لحظه را ما رو سهل کردین. اگر فرصت بود استادا وقت داشت بازم از دیگه صنفان بلدیشیم ویدیو میگیریم دیگه. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدا یکتا میلم. خدا حافظ و نگهدار.